خب هموطنان عزیزم، عرض ادب و احترام دارم خدمتتون. سعید سکویی هستم از ایالات متحده آمریکا، کالیفرنیا، کلان شهر لس آنجلس در خدمتتون هستم. امیدوارم خوب باشید. مدتی است که در خدمتتون نبودم و حضورتون عرض کنم که گهگاهی هم که سری به این بازار پر از فریب و نیرنگ سری زدم، دیدم واقعا کلاب هاست از اون تب و تاب افتاده. عزیزان دلم، تاریخ کشور من و شما پر از درد و فریبه، اما هیچ فریبی سهمگین‌تر از فریب سال 57 نبود. زمانی که جماعتی از چپ‌ها، کمونیست‌ها، مجاهدین، آخوندها دست به دست رسانه‌های غربی گذاشتند تا تاج ایران را از سر وطن بردارند و عمامه سیاه بر سر بگذارند، آن زمان که رادیو BBC شبانه روز در خدمت آنها بود، از لندن تا قم، از کمبریج تا نوفل و شاتو، هر پیام آنها به منزله فرمانهای انقلابی بود. شبکه خائن BBC به ملت ایران دروغ رو به اسم خبر پخش میکرد و مردم ساده دل ما رو به خیابانها میکشوند. نه کسی از دخالت خارجی حرف میزد و نه از اشغال رسانه‌ای، چون دخالت اگر در جهت سقوط شاه بود ظاهرا اشکالی نداشت. در واقع BBC منبر انقلاب و بلندگوی آخوندها بود. در سالهای پایانی حکومت محمد رضا شاه پهلوی، رادیو BBC عملا ستاد تبلیغاتی مخالفانی بود که خودش سالها اونها رو در آب نمک پرورونده بود. هر شب بی وقف اخبار تحریف شده، شایعه و دروغ رو منتشر میکرد تا ذهن ملتی رو علیه پادشاهش بشورونه. BBC بود که نام اون دجال کثافت خمینی رو برای نخستین بار به گوش میلیون‌ها ایرانی رسوند، تصویر اون کثافت رو قهرمانانه ساخت و او رو رهبر آزادیخواه جا زد. BBC بود که هر خیانت و تحریفی رو پنهان کرد تا مسیر کودتا و شورشی رو که نامش رو انقلاب اسلامی گذاشت هموار کرد. اون روزها هیچ کس فریاد نزد BBC در امور ایران دخالت نکند. چپها، مجاهدین و به طور کلی ارتجاع سیاه با شوق گوش میدادند، تحلیل می نوشتند و با شور فریاد می زدند صدای مردم ایران از لندن می آید. امروز جالب اونه که افرادی چون خانم گامیلینل از سرسخت‌ترین چهره‌های ضد اسرائیلی و حامیان نرم جمهوری اشغالگر اسلامی در محافل غربی در همان مسیر رسانه‌ای گام برمی‌دارد. به جای دفاع از یک ملتی زخم خورده، آبرو از دست داده و ایستادن در برابر دیکتاتوری مذهبی، اونها با سیاست‌های خودشون صدای آزادی خواهی ملت ایران رو در تمام طول 46 سال گذشته خفه می کنند، همان گونه که BBC در سال 1357 کرد. و حالا همه خائنان از حمایت اسرائیل می ترسند. 40 و چند سال گذشته هموطنانم، ایران ویران شده، نسل ها سوخته اند و هنوز همان جماعت بیوطن که روزی نوکر شوروی و چین و BBC بودند، امروز از حمایت اسرائیل از مردم ایران و شاهزاده رضا پهلوی فریاد میزنند دخالت خارجی نمیخواهیم. عجب طنز تلخی است این تاریخ. وقتی لندن به نفع آخوندها تبلیغ میکردند استقلال بود،
اما حال که اسرائیل از مردم ایران و نماد آزادی خواهیشون حمایت می کند، آنها را اشغالگر می نامد. چه تفاوتی است بین رادیوی لندن که ایران را به خون کشید و دولتی که اکنون میگوید ما در کنار ملت ایران علیه این آخوندهای کثافت هستیم؟ چپهای ورشکسته، مجاهدین بیوطن، همون چپهایی که روزگارانی در خدمت شوروی و کاگبه بودن، امروز در خارج از کشور دست میهندوستی میدهد. همان مجاهدینی که با صدام حسین علیه سرباز ایرانی جنگیدند، امروز ادعای آزادی و آزادمندی دارد. همون کمونیست هایی که پرچم سرخ رو به جای پرچم شیر و خورشید برافراشتند، امروز برای رضا پهلوی نسخه استقلال می نویسند. اگر مزدوری برای استالین و خمینی افتخار بود، چرا دوستی با اسرائیل ننگه؟ اگر شعارهای بی بی سی و کاگبه مقدس بود، چرا هم پیمانی با دموکراسی منطقه جرم شناخته میشه؟ حمایت اسرائیل از مردم ایران نه اشغال است نه نفوذ. این نشانه درک مشترک تمدنی است میان دو ملت که هر دو دشمن بنیادگرایی ظلمند. اسرائیل نیازی نداره به دنبال نفوذ در سیاست ایران باشه، بلکه همیشه حامی حق طبیعی مردم برای آزادی و رهایی از تروریسم حکومتی است که دستش تا مفرق به خون ملت ایران و منطقه آلوده است. در سیاست ایران همواره حامی حق طبیعی مردم برای آزادی و رهایی از تروریسم یک حکومت تروریست پرور و تروریستی بوده، همان تروریسمی که خون دهه‌ها ملت ایران که قربانی اون بودند هستند. ایران فردا تنها با پیوند با تمدن‌های آزاد و متحد میتونه بازسازی بشه. آنکه از این پیوند میترسه یا مزدور جمهوری اسلامی است یا هنوز در خواب ایدئولوژی های مرده قرن بیستم. من به طور کلی همیشه اعتقاد داشتم چپ ها و آخوندها دو چهره از یک خیانت هستند. دشمنان ایران همیشه نقاب عوض کردند و نقاب عوض میکنند، یک بار به نام عدالت، یک بار به نام اسلام و امروز با نام جمهوری و حقوق بشر، اما ماهیتشون یکیست: ترس از اقتدار ایران و بازگشت ایران به دوران شکوفایی. بی بی سی دروغ گفت تا ایران سقوط کنه و امروز همان نسل دروغگو از ترس بازگشت ایران آزاد دوباره به فریاد افتادند. پایان سخن: ریاکاران تاریخ همانهایی هستند که در 57 فریاد زدن مرگ بر شاه و امروز میگویند مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آمریکا. آن روز دستبوس بی بی سی بودند، امروز مزدور رژیم کثافت جنایتکار و جنایت پیشه رژیم اسلامی هستند. اما ملت ایران در طول نزدیک به 5 دهه گذشته بیدار و بیدارتر شده. میدونه که آزادی این بار نه از لندن میاد و نه از پاریس، نه از جانب حزب دموکرات آمریکا، بلکه از درون اراده مردم و با همراهی دوستان واقعی ایران در جهان و ایرانیانی که دل در گرو ایران دارند و زندگیشون رو وقف ایران در حد خود کردند. هموطنان عزیزم، خانم ها، آقایان، خصوصا ارز کنم که بیایید یک مقدار با هم بدون رو در بایستی صحبت کنیم. 7 اکتبر 2023، 15 مهر 1402 روزی بود که جهان رو تکان داد. تمام سناریوش رو هم خود حکومت اسلامی ریخته بود و نوشته بود. روزی که آفتاب با صدای انفجار و فریاد برخاست، حمله وحشیانه و بیرحمانه که از آن پس به عنوان شنبه سیاه یا طوفان الاقصی در حافظه تاریخ ماند. یعنی همانا ثبت بزرگترین کشتار یهودیان از زمان هولوکاست تا به امروز. این فاجعه فقط یک عملیات نظامی نبود، آزمونی بود برای سنجش وجدان بشری
برای فهم چرایی تداوم نفرت و خشونت در خاورمیانه و بیشتر از اون آزمونی شد برای شناخت نقشی که قدرت‌ها، رسانه‌ها و روایت‌ها در شکل دادن به افکار عمومی بازی کردند و می‌کنند. آنچه در بطن 7 اکتبر تلخ و غیر قابل انکار است، ماهیت جنایت علیه غیر نظامیان است. تیراندازی به جوانانی که در یک جشنواره موسیقی بودند، قتل کودکان، سالمندان، تجاوز به زنان و دختران و گزارش هایی از بریدن سر کودکان، تصاویری که هیچ دینی، هیچ قانونی، هیچ وجدانی نمیتونه اونها رو توجیه بکنه. 7 اکتبر یادآور چند صد قربانی بیدفاع بود، یادآور هزاران دل شکسته و خونین بود و هست و زخمی عمیق بر روان یک ملت، حتی وجدان جهانی بر جا گذاشت. شایان ذکر میدونم خدمتتون ارز کنم فاجعه 7 اکتبر فقط در عدد و ارقام و آمار خلاصه نمیشه. معنا و اثرش در روایت هاست، در نگاه هایی که تغییر کردند، در امیدهایی که فرو ریختند و در پرسش هایی که هنوز بی پاسخ باقی ماندند. یکی از نخستین پرسش ها مسئله اطلاعات امنیتی بود. چگونه چنین عملیاتی با این ابعاد و هماهنگی و با نشانه تمرین های ویژه مانند استفاده از گلادیرها برای نفوذ هوایی از چشم سرویس های اطلاعاتی منطقه‌ای و جهانی پنهان ماند یا حداقل اطلاع رسانی فوری صورت نگرفت. این نوع شکاف امنیتی و اطلاعاتی به سرعت به محل گمان زنی ها، متهم سازی ها و حتی ادعای خیانت در بدنه حکومت اسلامی و متحدانش تبدیل شد. وضعیتی که ما رو ناخودآگاه به یاد روزهای پایانی حکومت محمد رضا شاه میندازه. روزهایی که شایعه ناتوانی در مدیریت بحران و اتهام ناکارآمدی یا خیانت برخی از مقامات دولتی و نظامی چنان تخم بی‌اعتمادی رو کاشت که نتیجهش رو هممون در طول 47 سال گذشته دیدیم. در لایه دیگر اینجا باید عرض کنم خدمتتون، میبایست به ریشه های ایدئولوژیک و سازماندهی گروه تروریستی حماس نگاه بکنیم. آیا حماس این قدرت رو داشت یک همچین برنامه ای رو پیاده بکنه؟ حماس در سال 1366 1987 میلادی متولد شد، در فضای آغشته به افکار بنیانگرانه و حمایت مستقیم یک رژیم جنایت پیشه اشغالگر که 47 سال کشور ایران رو اشغال کرده. در یک کودتا اونها رو سر کار گذاشتن تا هستی و نیستی ملت ایران رو به نابودی بکشن. از همان روز شعارشون مقاومت و جنگ تا نابودی اسرائیل بود و هر گونه گفتگو و همزیستی مسالمت آمیز رو بنیادش رو طرد میکرد. هرچند تاکتیکا گاه به گاه تغییر کردند، اما ایدئولوژی ثابت بود. جنگ بیپایان تا برپایی جمهوری اسلامی فلسطین بر اساس شریعت اسلامی از کرانه باختری گرفته تا نوار غزه و در این مسیر حمایت مالی و نظامی و لوجستیکی حکومت کثافت اسلامی نقش تعیین کننده ای داشت. پول، سلاح، آموزش، لوجستیک، همه برای تقویت گروهی که به جای صلح بذرهای کینه و تنفر کاشت و با خون و آتش آنها را آبیاری کرد. پیامد چنین حمایتی امروز فقط در غزه دیده نمیشه، بلکه در تهدید مداوم امنیت و ثبات کل خاورمیانه هویداست. اما ماجرا فقط جنگ و گلوله نیست، صرفا بحث امنیتی و نظامی هم نیست. در پشت صحنه سیاست ها، دیپلماسی های چرکالود نیز بازی خودشون رو دارند. بنیامین نتانیاهو، چهره‌ای که هم نماد اقتدار نظامی بود و هم سیاستمداری پرتلاش، در راستای برقراری صلح ناخواسته نمادی از تناقض‌های سیاست منطقه‌ای شد. او حالا هم از سوی گروه‌هایی که به دنبال نابودی اسرائیل در رأسشون رژیم اسلامی، حکومت اسلامی اشغالگر خاک ایرانه، و از سوی
دیگر بازیگران بین الملل که گاه منافع دوگانه دارند تحت فشار قرار گرفت. البته بیبی در گذشته هم فشار خارجی و تهدید داخلی رو بارها تجربه کرده بود. از جمله در سال 1376 1997 میلادی، زمانی که به فشار دولت بیل کلینتون مجبور شد دهها عضو ارشد حماس از جمله احمد یاسین رو آزاد کنه. اونجا او برای نخستین بار طعم تلخ دوگانگی سیاست‌های غربی رو چشید و فهمید که خود ملت اسرائیل، ارتش اسرائیل هستند که باید با چنگ و دندان کشور کوچک خودشون رو اداره کنند. فشار دموکرات های آمریکا و متحدان غربیش که در ظاهر مدافع صلح بودند و اسرائیل اما در عمل چشم بر حمایت های مالی و تسلیحاتی حکومت اسلامی از گروه های تروریستی منطقه و فلسطین میبستند. حادثه 7 اکتبر به باور من سعید سکویی نقطه عطفی در تاریخ معاصر خاورمیانه بود. از یک سو ریشه در سالها نفرت و آموزش ایدئولوژیک داشت و از سوی دیگه زمین ساز تغییر در معادلات جهانی و منطقه‌ای شد. از بازتعریف سیاست امنیتی غرب گرفته تا تحریک درگیری های تازه در خلیج فارس، از نظر انسانی و اخلاقی این واقعه مرزهای وجدان رو در نوردید. به جای گزارش های دقیق و پیگیری های حقوقی، جهان شاهد قوقای رسانه‌ای، تظاهرات پرهیاهو و شعارهای تهی بود. قربانیان فراموش شدند و تلاش کردند که حقیقت رو زیر خاکستر تبلیغات مدفون بکنند. حالا اگر وجداناً بپذیریم که رخداد 7 اکتبر فقط یک عملیات محلی و خود انگیخته نظامی نبود، بلکه ابزاری در بازی بزرگتری از قدرت و منافع جهانی بود، اون وقت باید به دنبال طراحان پشت پرده بریم بگردیم. همانطور که برای سرنگونی نظام پادشاهی ایران در سال 57 شبکه‌ای از تبلیغات، فشارهای سیاسی، عملیات اطلاعاتی به کار گرفته شد. این بار هم من شخصا اعتقاد دارم میتونیم رد پای همان ذهنهای سرد و حسابگر رو ببینیم. ذهنهایی که قصدشون تضعیف یا حتی سرنگونی دولت نتانیاهو و تغییر مسیر سیاسی اسرائیل بوده و همچنان هست. اگر چنین فرضی رو محتاطانه قبول کنیم، اون زمان 7 اکتبر یک فاجعه انسانی نیست، بلکه نشانی از بازآرایی بزرگتری در سیاست‌های جهانی است. میگن من و تو مو میبینیم، سیاست بازان و سیاستمداران پیچش مو رو. در سال 57 آنچه که در فتنه 57 کودتای 57 که در جزیره گوادالوپ طرحش رو ریختند تجربه کردیم، حقیقت تلخ تاریخی اینه که خشونت و آشوب هیچگاه از دل مردم بر نمیخیزد، بلکه از دل تحرکات ایدئولوژی، از دل ثروت و منافع قدرت‌های پنهان زاده میشه. برای شکستن این چرخه باید راه پول و سلاح گروه های تروریستی رو دید، افشا کرد و به آنها پرداخت. این کار فقط با اراده واقعی دولت ها ممکنه، نه با شعارها، بیانیه های دیپلماتیک، رسانه های مزدور و خودفروخته. امروزه تنها نشان صادقانه این راه حمایت جهانی فقط و فقط از مردم ایران علیه حکومت کثافت عقب افتاده قرون وسطایی جمهوری جهل و جنون اسلامی است. حکومتی که با صدور ترور بی‌ثباتی و نفرت نفرت منطقه رو در آتش و خون غرق کرده. شاید روزی برسد، یا بهتر است بگم به زودی، از 7 اکتبر و فتنه 57 فقط به عنوان روزهای تاریخ یاد کنیم، نه به عنوان زخمهای باز در حافظه خاورمیانه. روزی که مردم جهان بفهمند صلح نه با شعار، بلکه با ایستادگی شجاعانه در برابر دروغ و تزویر دولتمردان و قدرت‌های پنهان به دست میاد. هموطنانم عزیزانم، خصوصا ارز کنم که
امروز دنیای ما خصوصا در خاورمیانه اوضاع و احوالی، حتی پس خاورمیانه اوضاع و احوالی بسیار عجیب و غریب داره پیش میره، بدین ترتیب که ماجراهایی که داره الان در افغانستان و پاکستان اتفاق میفته، جریان جنگ اوکراین و در نهایت این نزدیک شدن به یک رویارویی بزرگ تاریخی است. هدف آن چیزی که در پاکستان و افغانستان داره پیش میره بازگشت آمریکا به افغانستانه و در نهایت پاکستان هم که به تازگی بدون چون و چرا هر دستوری که از طرف ترامپ بره قبول میکنه، داره طالبان رو تضعیف میکنه تا به نقطه عطفی برسن، سرشون رو زیر کنن و به آمریکایی ها اجازه بدن که به پایگاهی که گذاشتن و رفتن با میلیاردها دلار پول که توسط اون بایدن کثافت آشغال میلیاردها دلار سلاح‌ها رو در افغانستان جا گذاشت و برگشت. آمریکا جنگی که بین افغانستان و پاکستان داره پیش میره داره هدایت میکنه و در نهایت قصد بازگشت به مرزهای کشور ما رو داره. مسائل دارن با یک سرعت عجیب و غریبی پیش میرن. 6 ماه پس از اون که دولت دونالد ترامپ اعلام کرد قصد داره نیروهای آمریکایی رو در سوریه کاهش بده، ما میبینیم که امروز در منطقه که هندوستان، پاکستان، افغانستان قرار دارن، یک جنگ ناخواسته توسط خود دولت‌های اونها داره پیش میره. آمریکا میخواد برگرده به مرزهای روسیه با افغانستان، به مرزهای ایران و افغانستان و در نهایت داره این کار رو پیش میبره و در این اوضاع و احوالی که داره پیش میره و ما میبینیم در شرم الشیخ چه گذشت و ما دیدیم که حماس رو وادار کرد گروگانها رو پس بده و بسیار هم روی این کار خوب بازی کرد ترامپ. حالا نشسته منتظر اینه که به بهانه اینکه اینها مردگان رو، اسرائیلی رو پس نمیدن، بره و این حماسی ها رو تیکه با پارشون کنه که ما به زودی به اونجا خواهیم رسید. بذارتون ارز کنم که حکومت اسلامی که از 48 ساعت گذشته با به اصطلاح فرکانس های کشتی هاش رو جی پی اسش رو باز کرده، در واقع من نمیدونم چه سیاستی این بدون مغزان دارن بازی میکنن. یعنی نشستن که کشتی های آمریکایی، انگلیسی، فرانسوی و به طور کشورهایی که متحد آمریکا هستن بیان جلوی این کشتی ها رو بگیرن و اونها بگن مثلا به حریم ما که با کشتی هامون با پرچم ایران داره میره، ایران که نه حکومت اسلامی. آیا اینها میان حمله میکنن؟ مثلا چی میخواد بکنن؟ میخوان حمله کنن و جنگ را بندازن؟ یک حکومتی که از عهده امورات داخلی مردمش نه تنها بر نمیاد بلکه دزدی و غارت و راندخاری به اوج خودش رسید. پاسخ مثبت حماس در روز جمعه به طرح دونالد ترامپ برای آزادی گروگانهای اسرائیل در غزه و پایان دادن به یک درگیری تقریبا 2 ساله واکنش‌های بین‌المللی رو به همراه داشت. ترامپ تا یه حدودی دیگه هممون در سطح شعورمون سیاستهاش، صحبتهاش، منطقش رو میشناسیم، هرچند که هنوز بسیارانی به درک این مسئله واقع نیامدن که مثلا میاد میگه ما حاضریم حتی با ایران صلح بکنیم، ما بیان مذاکره بکنن، اما تصمیمش رو در مورد حکومت اسلامی گرفته. برای اینکه واقعا بدونیم چه تصمیماتی رو داره باید به همان مسئله‌ای که چند دقیقه پیش اشاره کردم، جنگ پاکستان و افغانستان رو زیر نظر بگیریم. رهبر ایالات متحده در یک پیام ویدیویی کوتاه گفت جمعه گذشته در مذاکرات مورد نظر آینده غزه با همه منصفانه رفتار خواهد شد. دیدیم در شرم الشیخ تمام رهبران کشورهای منطقه، کشورهای عربی، ترکیه، مصر، عراق، همه صف کشیدن
و جلوی ترامپ توی صف اومدن دونه دونه ابراز به قول معروف اطاعت امر کردن دیگه. اون صحنه کاملا برای دنیا واضح بود که بازی چیه. امروز وقتی جولانی به مسکو میره و در کاخ کرملین از او پذیرایی عجیب و غریبی پوتین میکنه و در اونجا میگه ما به تعهدات سالهای گذشتمون به مسکو وفادار هستیم، در واقع جولانی میدونه که آمریکایی ها اونها رو آوردن سر کار در سوریه و هر لحظه اراده بکنن با تیپا بیرونش میکنن. شما احمد مسعود رو فراموش نکردید. الان یک برگی است پشت پرده که هر آن ممکنه اگر آمریکایی ها بخوان اینها رو اینا رو بریزنشون بیرون، این جولانی و این دارو دستشون رو، تروریستی رو، وارد یک بازی جدیدی ما در سوریه خواهیم شد با همین سفر جولانی و اون به اصطلاح پذیرایی که پوتین پشت میزی که مال ناپلئون بود و در کاخ کرملین قرار داره براش صبحانه یا شام سرو کرد. به همین جهت هموطنان عزیزم، دموکراسی یه ایده است که از عهد کهن تا همین امروز دربارش فلاسفه، سیاستمداران، جامعه شناسان بسیار اندیشه کردند و درباره ایدئال بودنش هزاران هزار قلم فرسوده شده، کتاب ها و مقالات نوشته شده، مشاجره و بحث ها و کشمکش های نظری بسیاری شده. اما تا به امروز من کمتر کسانی رو در طول تاریخ تفکر سیاسی پیدا کردم که کوشیده باشند درباره چند و چون و نتایج ایده دموکراسی آنچنان اندیشیده باشند و سنجشگری های شایسته، بایسته و راه گشاینده و شایان تأمل گفته و نوشته باشند. فقط دموکراسی دموکراسی دموکراسی. نتایج ایده دموکراسی بسیار بسیار بالاتر از اونه که ملت هایی که تحت ظلم و ستم همچون ملت ما، ملت کره شمالی یا هر کشور دیکتاتوری دیگری اصلا بهش میاندیشن، چون صرفا به اون دنبال رزق روزی روزانه و شبانه شون هستند. اما پرداختن به آراستگی ایده و ستایش با شکوه کردن دموکراسی که انقدر درباره اون قلوآمیز و پررنگ و نگار جلوه میدهند، طوری که نتایج آینده در واقعیت‌های با همزیستی با قصد و عمد یا اثر بی‌اعتنایی نادیده گرفته شده و در سایه گذاشته شده. هموطنانم، تفکر هوشیارانه و تیزنگری در اینه که نتایج ایده رو بتونیم سنگ بنای زایش ایده نو یا دلایلی متعفن برای بررسی انتقادهای وسیع از نتایج ایده قرار بدیم. تمام ایده هایی که جاذبه های اونها در جوامع بشری هنوز با شکوه هستند و رباینده فهم و دل انسان ها هستند، ایده هایی هستند که کم و بیش در جوامع مختلف بشری، در ستونهای مختلف، در قانونگذاری های مختلف، در کشورهای متمدن، نیمه متمدن و کشورهای دیکتاتوری، درسته که با شکوه هستند، رباینده فهم و دل انسان ها هستند که دموکراسی عجب چیزی است. چگونه می شود دموکراسی رو فهمید و دید و پذیرفت در یک کشوری نظیر ایران که یه مش قالتاق حرامزاده بی سواد قرون وسطایی با زور شمشیر و گلوله ملتی رو به زیر آتش گرفتن؟ آیا اونها اصلا وقت دارن به دموکراسی فکر کنن؟ وقتی این رژیم رفت تازه 20-25 سال طول میکشه اگر رژیم بعدی فهم و شعور این رو داشته باشه که به معنای واقعی کلمه دموکراسی رو جا بندازه. هر کی هم این بیرون نشسته ما بریم دموکراسی بیاریم، ما بریم سکولاریسم بیاریم، غلط زیادی میکنه. کمتر انسانی رو یا کسانی رو میتونید سراغ داشته باشید و پیدا کنید که تا به این لحظه درباره نتایج و پیامدهای دموکراسی اندیشه نکرده باشه. حتی مردم عادی.
ملت ها همچنان به جاذبه های این دموکراسی که رنگ های نونوار و دلارا مالیده شده بدون کوچکترین مواضع انتقادی نسبت به نتایج اون ایده ها هنوز سرگردان هستند. انسان ها خصوصا در کشورهای نظیر کشور من و تو فریب انسان ها، شکست های پی در پی اونها، تار و مار شدن اونها، گسستن روح و جسم اونها، از دل باخته شدن به ایده های آزموده شده در مورد دموکراسی. هیچ کس در مورد نتایج و پیامدهای اون عمیقا نیندیشیده. یک حکومت، یک قدرت، یک دولت در یک کشور باید معنی و مفهوم دموکراسی رو بتونه تا اون رو بتونه به مردمش بیاموزه. ما همش نشستیم در آمریکا دموکراسی است، در فرانسه دموکراتی است. اصلا نمیخوایم بفهمیم چه تفاوتی این رژیمی که کشور ما رو اشغال کرده با رژیم هایی که اونها دارن، چه تفاوت های ویژه‌ای داره. مگه با بودن یک حکومت جنایت پیشه میشه دموکراسی داشت؟ هیچگاهی این سوال مطرح نشده که چرا انسان‌ها در ایده هاشون محاسبه گری دقیق و غیراتی نسبت به این مسئله ندارن و در رفتار پرکتیکی خودشون منحرفی خودسر و افسار گسیخته که به شدت در تقابل و نقص ایده های دموکراسی هست عمل میکنن. ملتی نظیر ملت من وقتی توانمند به اندیشیدن درباره تجربیات فرهنگی و تاریخی خودش نباشه و نیست، وقتی ما دلیل و رادمنش نیستیم، وقتی دیگه ترسومون کردن، تو سرمون میزنند و میپذیریم، حداقل بیایم درباره تجربیات شخصی خودمون و 2-3 نسل قبل از خودمون بیاندیشیم. وقتی ما استعداد و هنر اندیشیدن درباره دیدگاه ها، تجربیات و ایده های دیگران را نداریم، وقتی که تمام هم و سعی و له زدن ما در عرصه های مختلف علوم فرهنگی فقط دنبال روی، متابعتی، کپی برداری، اقتباس، رونویسی و سپس آش قلمکار درست کردن برای خودمون و مردم میهنمون، اصلا چگونه میتوانیم معنی و مفهوم دموکراسی رو درک بکنیم؟ یک نگاه به همین دنیای برون مرزی خودمون بندازید. یک نگاه به همین دنیای مجازی که درش هستیم، کلاب هاست، بیاندازید. یک نگاه به رسانه های فارسی زبان بیاندازید. به خاک ایران هم سوگند، به اهورامزدای ایران، اگر یک جو انسانیت، معرفت، ایران دوستی، ایران پرستی در هیچ کدوم از اینها ببینید، همه شدن بازیگران حکومت کثافت اسلامی و سیاست های خارجی که حکومت اسلامی رو نگهش داشته. همش داریم همدیگر رو میزنیم، همش داریم همدیگر رو له میکنیم، هممون مستقیم و غیر مستقیم آلت دست یه مش آخوند پفیوز بی پدر و مادر شدیم. هیچ کس نمیتونه بفهمه. شاید نفهمیدیم و نمیفهمیم که این همه بوی تعفن اخلاق و اجتماعی از نتایج تناول کردن آش همون شعله قلمکاری است که سیاستمداران ما، اندیشمندان ما، روشنفکران ما که اکثرا هم همون کثافت های 57 هستن از انواع و اقسام مختلفشون، هنوز برای ما نطق میکنن و هنوز ما میریم اونجا میشینیم یا گوش میکنیم یا به هر جهت در موردش اظهار نظر میکنیم. یک نفر که یک کارت تو سینه خانواده ای تو زده در سال 57 مستقیم و غیر مستقیم، باعث و بانی اون فتنه کور شده، امروز باید بیاد بعد از 47 سال برای ما سخنرانی بکنه و به ما بخواد درس بده؟ خاک بر سر من. یه سعید سکویی هم جلوی همه این مزدورا ایستاد، توف و لعنت شد، روزی 10 تا 15 تا ویدیو کلیپ برای امرار معاش میریزن، همین برای بچه های وابسته به نظام یا یک سری تو سریخوری که رزق روزی رو با تحقیر یک شخصیت میخوان برای $30 $40 $50 پول تامین بکنند.
تحصیل کردگانمون، کنشگرانمون، روشنفکرانمون، اندیشمردانمون که خودشون رو پخته میدونن و اونها خودشون رو به خورد ملت ایران دادن. ملت ایران هم به دلیل اینکه آش آریتی و همرقم ادویجاتی و دستگاه گوارشی و احتیاجات جسمانیش همخوان نبوده، در نتیجه به اسهال شدید رفتاری، کرداری، گفتاری مبتلا شده. من حالا بیشینم آقای فرج سرکوهی بخواد به من درس بده، به تو درس بده، یا این اصلاح طلبان به ما درس بدن، یا اون یارو کمونیست ها به ما درس بدن، یا مجاهدین به ما درس بدن، یا آخوندهای پفیوز به ما درس بدن. کی میخواد این مغز ما به کار بیفته؟ سکویی فحاشه. سکویی میخواید با یه مش چاقو کشه، غمه کشه، تبرکش حکومت اسلامی چگونه رفتار بکنه تا میتونه 35 سال رو باهاش اینجا بیسته؟ در نتیجه سراسر مناسبات اجتماعی، کشوری، اختصاصی، محیط زیست، بوم فرهنگیمون یه تراشه تعفنی شده. هر کسی برای رزق روزی یک تلویزیون اینجا زده. مردم ما نباید اینهایی که با حکومت اسلامی هستن رو بترسونیم. اینها بیشتر میرن تو بغل آخوند و پس این ملت تنفر و انزجاری که در این 47 سال بهش تحمیل شده، بگه حالا ما که به قول یارو مرتیک شیشی، ما که نمیخوایم مثل اونا باشیم که ما باید آخوند رو ببخشیم، ما باید اونایی که حتی در جنایت دست داشتن رو با ملایمت رفتار بکنیم که بیشتر نرن طرف نظام. دیگه بیشتر از این مگه چقدر میتونن برن؟ ببینید یک نگاه همین چند 10 نفری که اینجا نشستید، بشینید این سابقه 3 4 5 ساله گذشته‌تون رو در این کلاب هاوس ببینید. آقا آدم بره بشینه یه موزیک کلاسیک گوش بکنه، یه جاز گوش کنه، یک دونه نمیدونم یه فیلم درست حسابی ببینه، طبیعت رو ببینه، هر ثانیهش به 100 ساعت در اینجا میارزه. برای همین دیگه احساس کردم که بیام اینجا برای چی بگم، چیکار، برای چی برم با مردم در درون ایران مثل تمام 20-25 سال گذشته یه مراوده بیشتر با اونها داشته باشم؟ واقعا من نمیتونم به این همه فقر فرهنگی و فکری بخندم یا گریه بکنم. یعنی برای تفهیم و تشخیص میزان جهل و ناآگاهی طیف خانواده آشمزهای ایرانی، تحصیل کردگان، کنشگران، 57 ها و تمام آنهایی که رزق روزیشون برای پر کردن شکمشون اینه که به هر نحوی از آنها خواسته و ناخواسته در خدمت این آخوندهای پفیوز بیشرف باشند. یه مثالی براتون میزنم و جزئیات اون رو هر کسی که میتونه از درجه تعقل خودش تصور کنه و به دنبالش بره تا ببینه و بفهمه که عمق فاجعه فرهنگی، سیاسی، اجتماعی ما تا چه بیکرانه هایی ریشه داره. فرض کنید در یک اتاق کاملا خالی یک نفر ایستاده، سناریوهایی که درباره او نوشته خواهد شد در این کلاب هاست یک اتاقی بزنن، سرنقش اون باشه در مورد یک نفر که ایستاده در یک اتاق کاملا خالی ایستاده بنویسید. یک فرد اتاق رو ترک، یک نفر میگه اون فرد اتاق رو ترک خواهد کرد، دومی میگه این فرد در اتاق خواهد ماند، سومی میگه این فرد همینطور ایستاده خشکش خواهد. هر آدمی به اندازه ارزنی شعور و فهم داشته باشه نیک میدونه که چنین حرفایی سناریو نویسی نیست، بلکه توضیح واضحاته که امکان رخ دادنشون پیشا پیش محرزه و به هیچ استدلال و برهانی ملزوم و منوط نیست. همین
سناریو رو توی یه اتاق تو کلاب هاوس بذارین 8 ساعت راجبش صحبت میکنن، با هم دیگه جر و بحث میکنن، دعوا میکنن. به هیچ استدلال و برهانی ما دیگه خودمون رو لازم و ملزوم نمیبینیم. به همین دلیل کماف و سابق در کشکول ذهنیت تحصیل کرده هامون، ادبامون، فلاسفمون، مفاهیم بیگانه و به طور کلی هیچ چیز جدیدی اضافه نشده تو این نیم قرن گذشته. در نتیجه کاربست اونها در بستر زبان و قلم، مدعیان وطنی، از بیخ و بن بیمعنی، مسحک و اسف انگیزه. 35 سال سعی کردم با تمام وجودم، با 1000 نوع مختلف، به این مردم بگم آقا این رژیم یک رژیم ضحاک، ددمنش، آدمکش، اووردنش کشور ما رو به نابودی محض بکشه و رسونده دیگه. اون وقت آقای شهرام همایون نازنین 4 تا دختر بچه‌ای که نشستن رو زمین دارن جنس میفروشن، میگه اینا رو براشون دست بزنیم. این انقلابه. یا 4 گوشه ایران مردم یه دونه گیتار و یه تنبک گرفتن دارن میزنن، 6 نفر. این انقلاب شده دیگه، ما وارد انقلاب شدیم. ببین چگونه سر ملت رو کلاه میذارن. نکنه به اینهایی که تو حکومت هستن فشار بیارید. ممکنه 10 نفر تو خانواده‌شون باشن از ترس شماها، یعنی منظور امثال بنده، برن بیشتر تو شکم حکومت. من در این 50 سال گذشته هیچ چیزی کمافوس به اصطلاح در کشکول ذهنیت اینها، رسانه‌دارها، شاعرها، قلم به دستان، تحلیلگران، تفسیرگویان ندیدم. کاربست تمام اونها در بستر زبان و قلم مدعیان وطن از بیخ و بن بیمعنی و مسحک و تأسف انگیز بوده. به نحوی انها خواسته و ناخواسته همشون در خدمت این رژیم کثافت هستن. مطبوعات تحریریمون مصدر سناریو نویسی و کپی برداری از یکدیگر. هزاران ابله احمقتر از خودشون در پای روزه خونی های اونها روز و شب مثل انتر و منتر نشستن. از خودم سال هاست میپرسم چرا ما ایرانی های مدعی نمیتونیم با مغز خودمون بیاندیشیم، در زبان و قلم خودمون از در سخن در بیایم. مشکل در کجا نهفتند؟ چرا عده بیشماری از سعید سکویی تنفر داشتن، دارن و خواهند داشت؟ چون خودشه. نتوانستن سعید سکویی رو به صراط خودشون در بیارن. وقتی مردم جامعه ای به بنبست های صعب العبور میرسند، راه گریزی در پیش پا و پس راه ها نمیبینند. خود به خود به غرایز و حواس خیشتن بیشتر اطمینان خاطر میکنند تا به صحبت ها و روزخونی های پیشوایان، رهبران، حاکمان، مشاوران و پوفیوس هایی که ما در این 47 سال گذشته در خارج از کشور که بزرگترین کسانی بودن که به ملت ایران خیانت کردن، هنوز نشستیم گوش میکنیم، کف میزنیم. به همین علت مردم در ایران، ملت ایران، به همین دلیل به اینهایی که خودشون رو پیشاهنگان میدونن نه تنها اعتمادی نمیکنن، توف به صورتشون هم نمیکنن، چون تجربه تلخ و گزنده اعتماد کردن به این پیشاهنگان، به این رهبران، به این حاکمان و به این فریبهای وعده و وعیدهای اونها دیگه رسیدن به نقطه ای که تو کلشون میزنه، حتی اگه یه کارگر، یه کشاورز، یه روستایی باشه. فریب وعده های اونها رو دیگه نمیخورن. به بنبست های لاینحل و هلاک کننده اجتماعی، اقتصادی، میهنی در غلطیدند. وقتی که حاکمان هدفشون خدمت به مردم و آبادانی میهن نیست، اومدن کشور ما رو به صفر برسونن. در هر تصمیمی که میگیرند و هر غلطی که میخوان بکنن، در واقع واقعیت های اجتماعی کارگزاری میشه.
خواه ناخواه پیامدهای اون موجب میشه که نم نم با اهمیت ندادن به مسائل در طول 47 سال گذشته، اخته بودن اپوزیسیون در خارج از کشور، سر کار گذاشتن، پروژه های هر 6 ماه 8 ماه یک بار مردم رو گول زدن، یه عده رو ریختن از اون آدم برید سوشله بکنید، یه برید اون گروه رو بکنید، یه پروبلم اونجا، یه پروژه اونجا، کانادا یه ور، استرالیا یه ور، این ور اون ور، اروپا یک جو. اون وقت مردم تصمیماتی میگیرن که بدون عاقبت اندیشی گرفته میشه و بلا فاصله با شدت عمل زور غم کشا و تبرکشا و تیشه به دست ها و گلوله های سربی داغ تنبیه میشن و به خاک و خون کشیده میشن و در زندان ها فعل ایوه پیر مرد و پیر زن و زن و مرد و کودک و دختر و پسر تجاوز میکنن. این نتیجه تولیدی کارخانه ایدئولوژیک مذهبی دکانداران دین متصدیان تابع اون بودند که باعث شدن بنبست های اجتماعی، کشوری، اقتصادی به هزار توی هر سلولی که در مردم ایران دارن دستیابی پیدا کنه و جامعه استحاله پیدا کرده. یعنی جامعه در هزار توی سرگشتگی و گمگشتگی تنها چیزی که ملت رو از قعر این فاجعه میتونه آزاد کنه و رهنمونش بکنه تکیه بر قطب نمای غرایز، حواس و شعله های مشعل آگاه بود تاریخیه. یک دونه بیانیه، یک دونه مطلب، یک دونه کارنامه سیاسی، یک برنامه سازماندهی شده اگر شما تو این 47 سال که بتونه این مردم رو قوتی بهشون بده، حرکتی بهشون بده، اطمینانشون رو جلب بکنه، اگر شما دیدید من هم دیدم. امروزه روز از کلمه تضاد فقط ضدیت و حذف و خصومت و خلاف آمدها برداشت میشه. همه دشمن همه، هیچکی نمیتونه برتری های یک نفر دیگه، هیچکی نمیتونه ضعف های دیگری رو ببخشه. همه میخوان تخم چشمای همدیگر رو در بیارن، در حالی که دشمن اونجا یه مش آخوند پدر سگ حرومزاده نشستن دارن زندگی یک ملت کهن رو نابود کردن، در حالی که تضاد در تجربیات نیاکان ما ایرانیان هرگز معنای منفی و انکاری نداشته و به حیث اصل کلیدی در پروسه آفرینش محسوب می شده. زرتشت نخستین ایرانی بود که مسئله تضاد رو به یک مرحله چیرگی فرو کشت و اون رو هرگز تکراری در پروسه آفرینش به حساب نیاورد. اهورامزدای ایران، یک خدای دروغی اعراب به نام الله آوردند و قرآنی آوردند و از صدر اسلام از دوره ساسانیان تا به امروز ما رو تخمیر کردن، تحقیر کردن، پدرمون رو در آوردن. وقت ما زرتشت رو داشتیم، خدای ایرانیان اهورامزدای ایران بود. ببینید به کجا ما رو این الله و محمد و دار و دسته عرب کشوندن. مشکل امروزی ما ایرانیان، خصوصا ایرانیان مدعی که به عرصه سیاست متمایل هستند، در اینه که هنوز گرفتار عقاید انجمادی هستند. کمونیسته 60 سال پیش، 70 سال پیش، امروز هنوز همون ایده ایدئولوژیک رو داره، 1 میلیمتر فضای مغزیش رو باز نکرده. و دیگران در اینه که هنوز گرفتار عقاید اجتماعی هستیم، به ذهنیت مذهبی ایدئولوژیکی آغشته هستیم، رقیبان خودمون رو به حیث ضد میشناسیم و نابود کردن اونها رو شرط و شانس دوام و موفقیت خودمون میدونیم، در صورتی که رفع و حذف و کتمان کردن، ضدیت کردن با همدیگه به معنای بریدن شاخه ایست که خودمون به حیث رقیب دیگران بر اون نشستیم، تا زمانی که گردانندگان تشکیلات سیاسی ایران نیاموزن، از رضا پهلوی بگیرید تا جمهوری خواهان، تا نمیدونم کمونیستا، تا اونوری، تا بالایی، تا پایینی، تا زمانی که اینها
نیاموزند که پوسته های مذهبی ایدئولوژیکی رو از تن فهم و شعور و آگاهی خودشون در بیارن و یکدیگر رو به حیث لازم و ملزوم به رسمیت بشناسن، فقط با یک فرض: دشمن ما رژیم کثافت اسلامی است. این ملت ایران هستند که رژیم آینده ایران رو تعیین و تکلیف میکنن، نوع حکومت رو تعیین میکنن. هیچ کسی از برون از مرزهای ایران نمیتونه پرواز کنه بره اونجا بخوان شلبی سازی کنن. سکویی 30 ساله داره این رو میگه. اگر به اون نقطه رسیدیم ما کشورمون رو پس میگیریم. پروسه فلاکت ها و ذلت های مردم و میهن من در اشکال و رنگ های متفاوت دوام میاره. البته اگر دیگه از ایران و ایرانی بقایی بمونه. پس بهتون ارز کنم که هموطنان عزیزم، در مراحل حساسی داریم به سر میبریم. خیلی رک و پوشکنده بهتون بگم، حکومت اسلامی در ایران هیچ چاره جز این نداره یک جنگ راه بندازه. یعنی اینو تنها راه ماندگاری برای چند ماه و شاید 1-2 سال آیندهش ببینه. الان همین کشتی های نفتیش رو که آورده تو آبهای بین المللی با پرچم ایران، منتظر اینه که چند تا کشتی آمریکایی یا هر کشوری که در سازمان ملل رأی دادن به بازگشت تحریم های سازمان ملل مکانیزم ماشه، و بعد مثلا میخواد چه گوهی بخوره، چه کار میخواد بکنه. امید آرزوم جز این نیست که نیازی نباشه کشور دیگری برای نابودی این رژیم رو از پا بیاندازه، چون اون موقع پشتش مسائل دیگری پیش میاد. برامون چلبی سازی میکنند. برای این کار هزینه هنگفتی ملت ما باید پرداخت بکنه و دوباره 30 تا 50 سال آینده در حصار غربی ها باشه یا شرقی ها، نمیدونم، چون اونا هم ساکت نشستند. لحظه هایی است که این ملت باید دیگه یواش یواش حرکت بکند. دلیل اینکه حرکت تا الان نکردند همین 7-8 میلیونی که در خارج از کشور هستند، سیاست بازها هستند، شالاتان ها هستند، رسانه ها هستند و تمام کسانی که برای شکم و زیر شکمشون مستقیم و غیر مستقیم با این تبهکاران تاریخ دارن کار میکنن. یک دست صدا نداره، اما ماندگاری همون یک دست دلیل بر اینه که هستند هموطنانی که به میهن عشق می‌ورزند و تا آخرین ثانیه های زندگیشون فریاد مرگ بر کلیت و تمامیت این پدرسگ های حرومزاده هرزه 2-3 پشتشون رو بری کنار عرب هستند. مرگ بر کشورهایی که در کنفرانس گوادالوپ این پوفیوزا رو آوردن تو کشور ما اینستالشون کردن به نام انقلاب، و اون کودتایی که کشوری که داشت میرفت همسط اروپایی ها بشه 10 سال اگه بیشتر طول میکشید 7 سال، ببینید ما رو به کجا رسوندن. ما همیشه میتوانیم دوباره رو پاهامون بیستیم. نسل های ایران زمین پر از کینه، پر از عقده، پر از خشم به این حرومزاده هاست. حالا تو تلویزیون ایرانی تو لس آنجلس ببخشیم فراموش کنیم بیشتر اینا رو هل ندیم، بازی ها تموم شده رفته. نه من تعیین میکنم ملت ایران چه تصمیمی در مورد این حرومزاده ها بگیرد، نه اونی که میگه نکنیم و آروم باشیم و اینا. این ملت ایران هستند که منتظر یک لحظه تاریخی هستند. هموطنان عزیزم، روی ماهتون رو میبوسم. علی جان چقدر ازت ممنونم
که هنوز در کنار هم هستیم. جای جناب سرهنگ سهیل مرزبان عزیز هم خالیه، مهدادم